آیا زندگی معنیش اینه که آدم زیاد کار کنه یا بیشتر به خودش برسه، یا یه چکیده ای از همه این سالها و این تجربه رو با ما بگید. شما دنبال اون چیزی که دوستش دارین، قلباً خودتون رو راضی میکنه، نه به خاطر اطرافیان. دنبال اون که برین، شما هم زندگی داره میکنین، هم باور کنین عمرتون درازه، هم جوون میمونین. بیچاره اون کسی که روی محظورات، روی عرف اجتماعی بگین، روی خواست پدر مادر این اون بره مثلا دنبال یه کاری، ولی از این کار برش بیاد فقط به خاطر اینکه یه عرفی یه چیزی، اون آدم بدبختی. خوش به حال اون آدمی که دنبال کاری میره که دوستش داره. چرا؟ شما تمام لحظاتتون رو دارین زندگی میکنید.